فعالان جامعه مدنی این حرکت نمادین را زیر نام مردان چادری پوش با مناسبت فرارسیدن روز جهانی زن انجام داده و به گفته آنان تلاش کردند تا به مسئولان مدافع حقوق بشر و حکومت بفهمانند که به حقوق زنان چادری پوش نیز توجه گردد. این فعالان جامعه مدنی بر روز پنجشنبه با سر کردن چادری از منطقه پلسرخ الی دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر راهپیمایی کردند تا نشان دهند که زنان چادری پوش با چه مشکلات در جاده ها روبرو هستند. بصیر بیتا یکی از این جوانان در صحبت با رادیو آزادی نظرش را در مورد اقدام بی سابقه شان چنین بیان کرد. ما امروز پیش روی کمیسیون حقوق بشر جمع شدیم تا با کمیسیونی که منجی یا کسی است که باید رسیدگی بکنه به خشونت علیه زنان، خیابان آزاری، دیدگاه‌های حقوق بشری و ترویج فرهنگ حقوق بشر تا به اینها پیام خود را برسانیم. این جوانان همچنان تاکید کردند که با انجام این حرکت نمادین مخالف پوشیدن چادری توسط زنان در افغانستان نیستند، اما می‌خواهند تا با تجلیل از روز جهانی زن با همه زنان در این کشور یکسان برخورد شود. این حرکت در حال انجام می شود که پیش از این نیز همواره انتقادهای بالای حکومت به خاطر عدم توجه به زندگی و حقوق زنانی که چادری سر کرده و یا در خانه کار می کنند مطرح شده است. اما گفته می شود که حکومت افغانستان در چند سال گذشته برای تامین و اعاده حقوق زنان تلاش‌های جدی را انجام داده و تعهد کرده که در این راستا گام‌های موثر را برمی‌دارد. رژیم طالبان در افغانستان از دوره‌های خوانده می شود که پوشیدن چادری بالای زنان جبری شده بود و برای هیچ زن اجازه کار کردن در بیرون از منزل دادن نمی‌شد. غلام حسین یکی دیگر از جوانان است که در این حرکت نمادین سهم گرفته و با سر کردن چادری احساس کرده است که آزار و اذیت زنان در زیر چادری بسیار نگران کننده است. اونا را نسبت به خواهر و مادر خود نسبت بدن و یک دفعه چادری اونا رو بپوشه که احساس بکنه اونا نسبت که در خیابان میبرند چه احساس دارند. افغانستان یک کشور اسلامی و دارای یک جامعه سنتی می باشد که پوشیدن چادری برای اکثر زنان در این کشور من حیث حجاب اسلامی پنداشته می شود. هرچند در کابل و برخی شهرهای بزرگ افغانستان در تناسب به یک دهه گذشته تعداد زنان چادری پوش کمتر شده، اما در ولایت و مناطق دوردست اکثر زنان هنوز هم بدون سر کردن چادری نمیتوانند از خانه هایشان بیرون رفته و یا هم در ادارات دولتی کار کنند. برخی از مدافعان حقوق زن در افغانستان نسبت به وضعیت این زنان نگران بوده و میگویند با وجود سرازیر شدن میلیون ها دلار برای تامین حقوق زنان توجه لازمی به وضعیت آنان صورت نگرفته است.